بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، چون در ماه ذوالحجه قرار داریم و در بزرگترین روزهای سال قرار داریم، روزهایی که پروردگار با این روزها قسم خورده است، و الفجر و لیال عشر، و روزهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند افضل الایام ایام العشر، یا اینکه افضل ایام سنت ایام العشر، بهترین روزهای سال این دهه ذوالحجه می باشد. روزهایی که عملهای صالح در نزد پروردگار خیلی قدر بالا دارند و عید قربان هم نزدیک است و آنهایی که میخواهند قربانی کنند خیلی زیاد در برای قربانی میپرسند. خواستم یک صحبت کوتاه با هم داشته باشه. چه خیلی گفتم مایان در دهه ذوالحجه قرار داریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این روز بزرگترین روزهای سال است و حتی بعضی از علما میگویند از دهه آخری ماه رمضان هم این روز یا این روزها بزرگتر و اجر و ثواب عملها بالاتر می باشد. برای همین هر چیه که نامش عمل صالح است، چه از نماز باشد، چه از روزه باشد، چه از سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر و لا اله الا الله گفتن باشد، یعنی با تکبیر و با تسبیح، باید این روزها را غنیمت دانیم و هر یک دقیقه اش، هر یک ثانیه این روزها اجر و پاداش در نزد پروردگار دارند که دیگر یگان روز از روزهای سال این گونه بزرگ و این قدر اجر و پاداش زیاد نیست. و در خود همین ماه در عید قربان که الکی یک چند روز باقی مانده است عزیزان، یکی از عملهای بزرگترینه که آنهایی که به حج نرفتند انجام میدهند این قربانی است، این قربانی کردن است. برای همین بیاید کوتاه حقق باشد هم درباره قربانی گفته میگذاریم. اولا قربانی کردن چه حکم دارد؟ آیا سنت است و یا واجب است و یا فرض است؟ چون در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه بین فرض و بین واجب جدا می شود، در دیگر مذاهب نه. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه قربانی کردن برای کسی که شرایط دارد واجب می باشد، نکرد گناهکار می شود. و عیناً همین گونه قول در مذهب امام مالک هم هست، امام شافعی هم هست که قربانی اگر شرایط داری و نکردی گناهکار میشوی. و هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در ابن ماجه است میگن من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، هر کسی که شرایط داشته باشد و قربانی نمی کند به نمازگاه ما نزدیکی نکند، یعنی زجر پیامبر است که به نزد ما نزدیکی نکند. گفتن این یک زجر است. برای همین علما از جمله ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن شرایط داری حتما باید قربانی کنی وگرنه گناهکار میشوی. و البته وقتی گفتیم شرایط داری معنیش این است که برای کشتن گوسفند یا حتی کشتن بز و یا شریک شدن در گاو که کمی بعد درباره‌اش صحبت میکنیم شرایط داشته باشه. اگر گفتیم من قرضدار هستم، من پول برای گوسفند و یا شریک شدن در گاو ندارم که در گاو 7 کس میتوانند یک گاو رو قربانی کنند، در این وقت برای تو واجب نیست. یعنی قربانی برای نفرانی هست که خواه مرد باشند خواه زن باشند، شرایط داشته باشند. و البته که اگر از یک خانواده یک نفر قربانی کرد این کافی است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این قربانی از من و از اهل بیت من گویان گوسفند را کشته بودند و گوسفند دیگری را این قربانی از نام تمام امت من که به قربانی شرایطشان نمیرسد از نام آنها گفته قربانی کرده بودند. پس حکم قربانی کسی که شرایط دارد واجب است و شرایط داری و قربانی نمی کنی در نزد بعضی از علما و حتی در قول اکثر علما گویم هم خطا نمی کنیم واجب است که تو باید قربانی کنی، نکردی گناهکار میشوی. اما درباره ثوابش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در ترمذی هست، در این روز یعنی در روز عید قربان هیچ عمل ثوابش برابر قربانی کردن نیست. خونه که در عید قربان در یکم روز عید قربان شما میریزانید
او در نزد پروردگار به زمین نرسیده الکه قبول درگاه پروردگار می شود. وقتی خالصا به خاطر الله قربانی کردید و یگان عمل مثل این قربانی شما ثواب ندارد و حتی حیوانی که شما در روز قربانی ذبحش کردید یا گفتیم قربانی کردید، با تمام وزنش، با وزن تمام مویهایش و شاخهایش و استخوانهایش و رودهش و هر چیزی که دارد، روز قیامت با اجر و ثواب شما نوشته می شود و شما برابر حیوان کشتهتان اجر و ثواب می گیرید. و مقصد از قربانی کردن اولین چیز عزیزان این تقوا است. یعنی تقوا این است که پروردگار تو به من قربانی گفتی، من انجام می دهم. برای همین الله در سوره حج می گوید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. پروردگار از آن حیوانهای قربانی کرده تون نه گوشتش به پروردگار میرسد نه خونش میرسد، یناله التقوی منکم، تقوای شما میرسد. یعنی پروردگار از شما فقط تقوا میخواهد. پروردگار میخواهد شما گفته ای او را انجام دهید، وگرنه حیوانی که شما قربانی کردید خودتون از گوشتش میخورید، خیش و تبار شما میخورد و پروردگار که بی‌نیاز است از خوردن و از نوشیدن، ولی پروردگار از شما تقوا میخواهد و میگوید به پروردگار فقط تقوای شما میرسد، نه گوشت و نه قربانی شما، که مقصد از قربانی این تقوا میباشد. پس عزیزان اجر و ثوابش علل خصوص در یکم روز عید قربان خیلی زیاد است که خیلی گفتم بزرگترین عمل، با ارزشترین عمل در روز عید قربان که ما برای پروردگار، برای رضایت پروردگار انجام میدهیم اگر شرایط داشته باشیم، این قربانی است. چیزی دیگر عزیزان، حیوان هایی که ما قربانی میکنیم فقط 4 قسم است. اینها شتر هستند و گاو هستند و گوسفند و بز هستند که البته در جای های ما شرایط شتر کشتن نیست، مگر کسایی که در حج باشند. در گاو و در شتر میتواند 7 کس شریک شود، چگونه که حدیث در صحیح مسلم است. اما گوسفند از نام یک نفر، بز از نام یک نفر، یا گفتیم از نام یک خانواده، که مثلا کلان خانواده این از نام تمام اهل عائله من گفت، پدر مثلا یا حتی مادر می شود. و گاو حتما باید از 2 ساله بالا باشد، گوسفند از 6 ماهه بالا باشد و بز باید از 1 ساله بالا باشد. مادینه و نرینه فرق نمی کند، مهم از این 4 پایان است. و شرط اساسی در حیوانات این است که بیمار نباشد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم قطعاً من کردن که حیوانی که کور باشد یا پایش شکستگی باشد یا گوشش بریده باشد، عموما نقصان داشته باشد، وقتی میبینید میگوید این حیوان نقصان دارد، آن حیوان را ذبح کردن یا قربانی کردن جایز نیست. و قربانی پیش از اینکه گوشت حساب کنیم این عبادت است و در عبادت نباید نیرنگ باشد، نباید نیرنگ و نباید فریب باشد. و وقتی قربانی خیلی وسیع است، از یکم روز عید قربان تا 4م روز، 3م روز تشریق بگاهش میگویند مدتی 4 روز ما میتوانیم قربانی کنیم. یعنی اگر یکی شد و یکم روز ما نتوانستیم، میتوانیم 2م روز یا 3م روز و یا حتی 4م روز تا وقت عصر میتوانیم قربانی کنیم. درباره تقسیمش عزیزان، در ما حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کلوا و دخروا و تصدقوا، شمایان از گوشت قربانی هم خورید، هم ذخیره کنید، هم صدقه کنید. برای همین در نزد تمام علما بهترینش این است که شما گوشت قربانی رو، حیوان قربانی کرده تان رو به 3 تقسیم کنید. قسمش رو در روز عید خرسندانه با خیش و تبار خورید، در روزهای عید یک قسمش رو ذخیره کنید، یک قسمش رو صدقه کنید. اما این مستحب است، یعنی ثواب دارد. یکی نکردید و همش رو صدقه کردید یا همش رو با خیش و تبار، عائله خیلی بزرگ است و پخته خوردید، بوکه نیست. اما حتما اینجا یک چیز رو باید گویم که حتی در قرآن کریم الله میگوید در سوره حج فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، شما خودتان هم از گوشت قربانی بخورید و به محتاجانی که بعضیشان آمده خودشان میپرسند از شما، بعضیشان محتاج هستند و اما نمیپرسند، و آنها هم بدهید. یعنی وقتی که الله امر میکند عزیزان در قربانی ما باید حظ یا گفتیم نصیب از قسمت محتاجان باشد که آنها رو هم فراموش نکنیم. اینجا بعضی خواهران علل خصوص سوال میکنن که ما در جای زندگی میکنیم که اصلا نیاز به گوشت نداریم،
و شرایط گوسفند کشتن یا گوسفند ذبح کردن خیلی مشکل است، علل خصوص آنهایی که در اروپا و در دیگر کشورها، در کشورهای غیر مسلمان هستند. آیا می شود توکیل کرد؟ یعنی می توانیم به تاجیکستان فرستیم کسی از نام ما قربانی کند و خش و تبار خورن یا تقسیم شود؟ البته می شود. توکیل کردن در قربانی مسئله اتفاقی است که کسی که می خواهد به یک نفر پولش را دهد و گوید از نام من قربانی کن یا از نام من قربانی کرده به یتیم خانه ده یا به محتاجان تقسیم کن، باکی ندارد. در اینجا البته اجرش را میگیرید. البته پیامبر خودشان به دستشان دو گوسفندی علا و فربه و خیلی خوشرو رو قربانی کرده بودن. گفتید نه من برای قربانی کردن شرایط ندارم، یا من میخوام همش رو کمبغلان یا خش و تبارم که دور هستن شرایط ندارن آنها قربانی کنند و خورن، باکی ندارد. و اینجا چیزی دیگر است که بعضی خواهرها میپرسن که من شوهر ندارم قربانی کنم یا نه، یا بعضی ها میپرسن آیا برای زنها هم فرض است یا نه. قربانی برای هر کسی که شرایط دارد واجب می باشد و خیلی گفتم از یک خانواده یک نفر قربانی کند کافی است. و اگر گفتید نه ما 2-3 نفر میکنیم، باکی نیست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی 100 شتر قربانی کرده بودند. یک نفر گفت من یک گوسفند نه 2-3-4 گوسفند میکشم، هم زنم از نام خودش، هم مثلا خود مرد از نام خودش، هیچ باز ثوابش زیادتر است. چون قربانی چه خیلی گفتم مقصد در اینجا اگر فقط گوشت نه و مقصد اینجا رضاگی الله، انجام دادن عبادت برای پروردگار، قربان کردن حیوان است که برای تو پروردگار خونش را میریزانیم. و چیز دیگر عزیزان این است که در وقت قربانی اگر یک گفتید مایان همش رو می توانیم به کمبغلان تقسیم کنیم، هیچ باکی ندارد. همش رو با خش و تبار خوردید باکی نیست. اما چه خیلی گفتم بهترینش این است که بین در داخل قربانی حظ نصیب کمبغلان هم وجود داشته باشد. و این بود صحبت کوتاه من درباره قربانی. امیدوار هستم که عید قربان برای همتون به شاد و فرح و برزاگی پروردگار بگذرد و در ما روز عرفه است که روزداریش اجابت دعاها در آن روز در نزد پروردگار باز مکانت و منزلت خاصی دارد. به اذن الله صحبت کوتاه درباره روز عرفه هم خواهیم کرد. این درباره قربانی بود. پروردگار عید و قربانی همه شما را قبول کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.